سلام به شما زیبارویان. امروز میخوایم پاستای آلفردو درست کنیم. خیلی از مرغ بدم میاد. لیست مواد لازم رو تو دسکریپشن برات نوشتم. نورم سوخت. پشتشه بگیر. خب قبلش یک عدد دستمال خیس زیر تخته که دیگه سر نخوره. حالا یه کمی میخوره. خب اولین رو میگیرین. خیلی چیز کثافتیه. بله جونم براتون بگید چجوری باید ببرم مرغو. همونجوری فشارش بده رو مرغ بکشش جلو عقب. چی؟ منظورم اینه که اینجوری باشه یا اینجوری باشه. فرق نمیکنه؟ باشه. چرا فرق نمیکنه؟ خب بگو دیگه، حالا که من دارم یاد میگیرم درست یاد بدم. اینجوری؟ اینجوری نازک نازک. چرا کسی باید خوشش بیاد از همچین چیزی؟ تا وقتی گوشت قرمز هست. خب به اینجا که رسید اینجوری مربعش میکنین، سریعتر میپزه، خوشمزه تر میشه، مزه بیشتر به خوردش میره، کلا بهتره دیگه. باورم نمیشه تموم شد بالاخره. لزج ترین کاری بود که تو زندگیم کردم. خانمای گلم بچه‌ها قارچو نشورینا. قارچو این حرفا واسه شستن نیست. من فقط یه دونه پیاز رو میشستم که اونم سپر انقدر من دعواکت تراماتایز شدم دیگه اونم نمیشورم. همه چی کثیف. آره خلاصه این اگر پیپی بشه همین شکلی کوچولو کوچولو بزنیم بره. سختم نگیرین. اینا انقدر تو دمای بالای پخته میشن دیگه جوجه موجوشون میره همه. این چیزای مشکیش میره دندون حاجی. خب با این پاک کن. آره با این پاک کنم. بالاخره با یه چیزی باید پاک کرد دیگه. نه با چاقو نکش. چشم. چاقو میره. نه میره چاقو میمونه. بابا اینا میره زیر دندون. میپزی میره دیگه. عشقم خاکه. میره زیر دندون آدم. من تا حالا غذا پختم زیر دندون رفته. حالا من میخوام به روی شما نیارم، توی کار کنم من به رود بیارم. بیار دیگه. از این بعد میگم اگه رفته بود زیر دندون. پیپی تو دندونمه. اون خوش. پیپیا پخته میشه مشکلش حل. پیپیا پخته میشه مشکلش حل میشه. سخن بزرگ کن. شما فکر میکنین همه سال رستوران مردم؟ نه به خدا رستوران ها که واقعا نمیشورن. اصلا تازه همین کارم نمیکنن. اصلا وقت نمیکنن بخوان این همه قارچو با دستمال پیپیشو پاک کنن. من بچه بودم با بابام جمعه ها میرفتیم کباب میگرفتیم. یه بار تو صف بودیم، من نگاه کردم دیدم مثلا یه دونه جعبه شاید 20 کیلو گوجه بود. بعد از این جعبه 10 تا رو زمین چیده بودن و پسر این شکلی شیلنگ رو گرفته اینجوری و اون شستن گوجه ها بود. تازه اونم باز با وجدان بودم. آره یعنی از اونجا من متوجه شدم که اصلا چیزی شستنی وجود نداره تو این همه سالات سازار میخوام فکر کنم کاهوشو میشورم. نه به خدا که نمیشورم. چیزی هم نمیشه واقعا. میدونی اینش خوبه. چی؟ بورش میزنم حس شف بودم بهم میده. حس میکنم الان یه نفر میخواد بگه شف بار سمن رسیده، من بگم اوکی سمنا رو خالی کنید الان میام اینسپکت میکنم سمنا سالم باشه. کدوم رستوران کار میکنی که قطعا سوشیه. قطعا سوشیه چون خودم سوشی دوستم. میگه سمن من دیگه عشقم تصور نمیکنم تو ایران برام کار کنم. زودتر بزنم تموم شه. عشقم حالا به من فرصت رشد بدن. چی؟ رشد کن. برشد. این تابه ها این شکلی ها میگن وک. به درد سرخ کردن میخوره. دیدین یه چیزی رو میریزن این شکلی میکنن با ایناست. من اون کارو بلد نیستم ولی خب برشاد تابه شو داریم. الان میخوام از این استفاده کنم. خب از اونجایی که این کره ظاهرا خیلی زیاده ما نصفش رو استفاده میکنیم. نصف دیگه‌ش هم به جای اینکه کره بریزم روغن میریزم. دلیلش چیه شف؟ کره میسوزه. کره میسوزه آره. خب فکر کنم میشه 25 گرم کره. اینم روغن سرخ کردنیه دیگه.
اول مرغ. میبینین که من ادویه‌شم نزدم، همینجا میزنیم دیگه، کارو سخت نمی‌کنیم. اینم زیرش کم میشه و یه تفت میدیم و چقدر من از این مرغ بدم میاد. ادویه های جذابمون نمک، فلفل و پودر سیر. بچه‌ها میتونیم سیر بریزینا، ولی من گفتم واسه یه دونه حبه یه دونه سیر کامل رو فدا نکنیم. ای وای این چقدر بزرگه، اینو کوچیک نکردم. نگاه کن. اوکی وقتی پخت با لیسک نصفش کن. نگاه کن. این باباشونه. خلاصه بچه ها، همسری که آشپزی بلد باشه خیلی خوبه، من توصیه میکنم حتما تهیه کنیم. ما که راضی بودیم بردیم، انشالله شما هم راضی باشید. بچه ها رنگ رو ببینید، به این رنگ که رسید دیگه نوبت قارچمونه. من مدت‌های طولانی قارچ نمیخوردم، هنوز خودم رو سرزنش میکنم که این نعمت خدا رو من از دست دادم. تا مثلا 25 سالگی فکر میکردم قارچ بوی جوراب میده. همونطور که ببینین، نمیدونم امیدوارم که ببینین، کل روغنش رو قارچ کشید. قارچ خیلی روغن میکشه، واسه همین دیدین که من هم کره ریختم، هم روغن مایع زیاد، روغن سرخ کردنی. دلیلش این بود. حرارتم زیاده. فن استاد رو بزن. چی؟ فن استاد با وک این کارو بکن. آه فکر می‌کنی بتونم؟ خب بچه میخوام کار جدید بکنم. الهی به امید تو. نه نه؟ نه. وا بابا من کی بودم؟ من فردا میرم ایتالیا. قشنگ بود نه؟ نمک. آقا این قارچ ما خیلی نمک میخواد، دست و دل بازانه نمک بزنیم بهش. حالا چرا من دارم آلفردو درست میکنم؟ چون دیدین که من از مرغ خیلی بدم میاد. کلان هم پاستایی که مثلا خامه و اینا داشته باشه رو نیستم. ما یه تانیا خانمی داریم، این تو تیک تاک منو ساییده، خمر منو کم کرده. یعنی هر پست پاستا که من گذاشتم اومده گفته آلفردو درست کن. تانیا جو این واسه شماست. به خدا اگه بیای بگی یه چیز دیگه درست کن. تو هر چی که میخواستی از من دیگه گرفتی. از این به بعد من دیگه به آرزوهای بقیه پاسخ میدم. تو همه آرزوات برآورده شده. آقا بریم از اون کار خفنا بکنیم. واو خیلی حال میدم. من فکر می‌کردم خیلی سخت باشه ولی نیست. این مگس چی میگه اینجا؟ این فنسو داره کثیف شد. این مگس اینجاست. بابا من کی بودم؟ یه دستی تشویقی چیزی من نمی‌کنی؟ کی بلد بودی سوت بزنی تو؟ همین الان یاد گرفتم. به افتخارم که من این کار کردم. واو بچه‌ها برای پختن پاستا اینجوری نمک میریزین کف قابلمه، آب میریزین، بذار آب بریزم بیام بهتون نشون بدم چقدر میشه. این حجم آب. این حجم آب نه. آره پنه بریزی آب سرریز میکنه. اینقدر خوبه؟ آره. خب این حجم آب بیارم نشون بدم. اینقدر. شام چی بخوریم؟ این همه غذا دارن درست میکنم واسه حساب نی؟ تو من گفتی امشب قرار من ببریم اون جایی که دیشب رفت. ای خدا بریم. قربونت برم. خب بذار جابجا کنیم. جابجا کنیم باش. خلاصه آب رو میذارین جوش که اومد یعنی قل خورد، پاستاتون رو میریزین و روی هر پاستایی نوشته که چقدر باید بپزه. مثلا من الان میخوام پنه بریزم، روش نوشته 10 دقیقه بعد توی آبی که داره قل میخوره، دقت کن کم نکنین زیرشو،
آبی که داره غل میخوره بمونه تا بپزه. بعدش ترکیبش میکنیم با سس و یه پاسته خیلی استاندارد و خوشمزه داریم. پنیر پارمزانمون هم رنده میکنیم. باز واسه این مدل پودر پنیر پارمزان بهتره. آره خب ما نداشتیم دیگه، اینو داشتیم. بچه ها به این حد که رسید دیگه زیرش رو کم میکنین، خامه رو اضافه کن، هم بزن، پاها رو به عرضشونه باز میکنی. چرا نمیاد؟ شیطون الکی گفتی منو گیر. این تیکه رو من نمیذارم. آب جوشید. بپاشه بیرون. باشه حالا بپاشه. دارم 250 گرم یعنی نصف این بسته پنه میریزم. بچه ها پنه این شکلیه. ببینم من ندیدم. این شکلی. اوکی. به اینا نگیم ماکارونی، اینا همشون مدل های از پاستا هستن. ماکارونی هم یه مدل پاستاست. ببین چقدر من دارم آموزش بهتون میدم. من اینو یهو بریزم. یه دونه اینجوری هم میکنیم. توصیه من به شما اینه که همیشه موقعی که دارین آشپزی میکنین هی دور و برتون رو تمیز کنین. نذارین چیزی بمونه. ببین غذا رو با زحمت میپزی، میاری، میخوری، عشق میکنی، بعد میای آشپزخونه میبینی کوه آشغال جمع شده. این پاستا رو موقعی که داره میپزی یه 2-3 باری اینجوری کنین که نچسبه. نه زردچوبه میخواد نه واده. چرا برگشت؟ فکر داری حرف میزنی بعد برگردی. چطوری سپرج؟ قربان شما مرسی. گوش از تجربه امروز چه حسی داشتی؟ هیچی. هیچی. فهمیدم. آره خلاصه اینو یه چند بار اینجوری بکنین که نچسبه. روغن و زردچوبه و این حرفا اصلا نیازی ندارد. پاستا در حال جوشیدنه. از تایمرم تقریبا 2.5 دقیقه مونده. زیر سسمونم روشن کردیم که دیگه پاستا رو باهاش قاطی کنیم. یه تفتی رو میدیم. یه ملاقه آب پاستا برمیداری میریزی اینجا. دوباره تفت. تقریبا پاستام 1 دقیقه دیگه آماده است. به به پنیر پارمزان. اینجوری هم میکنین تا آخر مواد استفاده کنین. اصلا خجالت نکشین. مواد و متریال آشپزی واسه استفاده کردنه. شده انگشت بکشی کف ظرف بکش. شف فرمودن آب پاستا بریزیم. چرا؟ چون بچه ها میخوایم یکی دیگه میخوایم این قاطی بشه قشنگ با پاستامون، یعنی به خورد پاستامون بره و اون آبه به خاطر اینکه نشاسته داره کمک میکنه به این کار. به به چه سس نایسی شد. تایمرمون هم تموم شد. زیرشو خاموش میکنیم. بریم برای آبکش. پاستای خود را به سس زیبامون اضافه میکنیم و بریم سراغ هم زدن. تانیا جون راضی هستی دیگه؟ آلفردا درست کردم برات. تفلی و پدرش در آوردم ما انقدر بهش گفتم. دیگه کامنت نمیذاره بلاکم میکنه بعد از این مسئله. خب بریم یه کمی شف بازی در بیاریم. اونجوری پا به عرضشونه. اوف چقدر سنگین شده. جمع کردم ها. همچین موهای دستم داره کز میخوره از این زیر. خب اینم از این. ببینیم مهشید خانم چه کرده. اوف همه رو دیوونه کرده. اینو سریع بریزید به خاطر اینکه وقتی سرد شه میچسبه به هم خامه ها. اگه جعفری تازه داریم بچه ها روش بریزیم. من نداشتم جعفری خشک استفاده میکنم. آقا ما با یه برندی کار کردیم. اینا لایف تایم برای من ریحان خشک فرستن. یعنی به خدا فکر میکنم 1 کیلو ریحان خشک واسم فرستاده. از اون روز فکر میکنم ریحان خشک رو چی کار کنم اون همه رو. خلاصه کسی خواست بفرمایین که بنده براتون ارسال کنم ریحان های خشک رو. پسنده؟ الهی شکر. جهت هم چوسی کار هم اینکه خوشمزه میشه یه کمی هم پنیر پارمزان رنده میکنیم روش. حالا هر چقدر بیشتر بهتر.
بس شما برزم؟ برید من برم. تو این برزم؟ باش. آقا چقدر پارمزان تازه خوبه. اینجوری توپل در میاد حال میکنم. منظورت نرمه؟ نه چانکی میشه. منظورم اینه. اینم از نتیجه کار. رخش که خیلی خوبه. بریم تستش کنیم. ببینیم که چیکار کردیم. به به. کریمی شده. یه بافت خوب. دستت در نکنه. چی درست کردم؟ خسته نباشی. استعدادش خوبه. استعدادشو دارم. تمرینم هم خوبه خودش. زیاد کار میکنم. ببینم. نه استعدادت بیشتره. استعدادم و تمرینم بیشتره. آره این واقعیت. بقیه تو 2 سال به اینجای تو میرسم. الکی. به خدا. بچه ها این خیلی تعریف بوده. همچین شوخی نگیرین. نکته که گفتم. کارایی که امروز کردی. خیلی شف لایک بود. دوست داشتم. وای چقدر خوشمزه شده. من اصلا فکر نمی‌کردم بتونم پاستای آلفردو رو انقدر خوشمزه درست کنم و این پاستا انقدر پتانسیل داشته باشه. حالا این یا مدل ایتالیاییش؟ کدوم؟ من مسلما مدل ایتالیاییشو بیشتر دوست دارم. اگه دوست داری مدل ایتالیاییش هم بهتون یاد بدیم تو کامنت ها بگیم. اونم خیلی خوشمزه است. این شکلی نیست ولی واقعا خیلی خوشمزه است. یه مسئله خیلی مهمی رو میخوام بگم. به خدا تانیا اگر اینو درست نکنی من میام در خونتون. یعنی آدرستو پیدا میکنم میام. این پاستا رو درست میکنی عکس میفرستی. همتون بعد عکس بدین وگرنه من یوتیوبمو تعطیل میکنم. اولین ویدیومه. نیاز به تشویق دارم. شف تازه کار هستم. استرس داشتم دیدین. کار واقعا تنش‌زا بود. خلاصه دیگه کلم حرف جدی هم بزنم باهاتون. امروز هر شوخی که کردم هر حرفی که زدیم همش بزنین رو پای بگو بخند دور همیمون. این اولین ویدیو لانگ یوتیوب منه. یکم نروس بودم استرس داشتم. قطعا درک میکنین و امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشین. حتما کامنت بذارین واسه بگین کدوم قسمتش رو بیشتر دوست داشتین. حرفای تو ویدیو به نظرتون باحال بود یا نه؟ رسیپی رو دوست داشتین درستش کردین یا نه؟ و بعد از این چی کار بکنم و چی واسهتون درست بکنم. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی.